سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به پارت سوم از آموزش اژدها و آخرین قسمت از آموزش این عروسک بامزه. توی این قسمت ما میخوایم این قسمت های کوچیک بدن اژدهامون و بالهاش و پره های روی سرش رو و شاخاش رو آموزش بدیم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین و اگر از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که آخر ویدیو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید اگر که اونام دوست دارن که آموزش این عروسک رو ببینن. خیلی ممنون. خب اول از این قسمت های کوچیک روی بدن اژدها شروع میکنیم. این قسمت ها توی 3 تا سایز بافته میشه: سایز بزرگ، متوسط و کوچیک. که سایز بزرگش رو باید فقط یکی دونه لازمه که ببافین، سایز متوسطش 2 تا و سایز کوچیکش 4 تا باید ببافین که تعداد رج و تعداد دونه توی هر کدومش متفاوته. من هر کدومش رو جدا جدا میگم و شما هم با دقت مثل من انجام بدین. خب اول از سایز بزرگش شروع میکنیم که برای شروع اول یه گره جادویی میزنیم. خب این یه گره جادویی، بعد توش 6 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. نخمون رو میکشیم که حلقمون بسته بشه. علامتمون رو میذاریم و یه رج ساده بافی انجام میدیم. مثل وقتی که بافت دم اژدها رو میخواستیم شروع کنیم. خب این اولین زنجیره، یه دونه پای کوتاه. زنجیره بعدی یه دونه پای کوتاه. زنجیره سوم یه دونه پای کوتاه. 3 تا زنجیره رو که بافتین سعی کنید که کارتون رو برگردونید، چون بعدش دهنه بافتتون یه جورای جمع میشه و برگردوندنش خیلی سخته. اینجا کارتون رو سعی کنید که برگردونید. خب و 3 تای باقی مونده رو هم ببافیم. خب من 3 تای باقی مونده رو بافتم، علامتم رو گذاشتم. حالا برای رج بعدی یکی ساده یکی افزایش میبافیم. الان ما اینجا 6 تا دونه داریم، یکی ساده، زنجیره بعدی افزایش. این کارو تا آخر رج انجام میدین. آخر رج باید 9 تا دونه داشته باشین. خب من این رجمم تا آخر بافتم. رج بعدی 2 تا ساده یه دونه افزایش انجام میدیم. این 1، اینم 2. زنجیره بعدی 2 تا پای کوتاه میبافیم. سعی کنید هر رجی که میبافین این حالت تیزی سر این بافتتون رو درست کنید تا وقتی که به آخر کار میرسین به مشکل نخورید. این رجتون رو 2 تا ساده یه دونه افزایش تا آخر رج ادامه بدین. رج بعدی رو با هم میبافیم. خب من این رجمم تا آخر بافتم. رج بعدی باید 3 تا ساده یه دونه افزایش ببافیم. رج قبلی که بافتیم وقتی که رجمون تموم شد 12 تا دونه داشتیم.
الان این رج وقتی که 3 تا ساده یه دونه افزایش رو انجام میدیم، آخر رج باید 15 تا دونه داشته باشیم. این 2، اینم 3. زنجیره بعدی افزایش. یه چیز دیگه هم که باید بهش توجه کنید اینه که حالت مثلثی این قسمت هایی که میبافین رو سعی کنین توی هر رجی که میبافین حفظ کنید، چون اینجوری به هر حال کارتون قشنگتر میشه، راحتتر بعدش میتونید که وقتی که میخواین وصل کنین به شکل بدین، چون یه جورایی خودش شکلش آماده شده هست دیگه، نیازی نیست شما دیگه کاری براش انجام بدین. خب این رجتونم تا آخر ببافین، بعدش دیگه کارمون رو کور میکنیم و میریم سایز بعدیش رو میبافیم. خب من این رجمم تا آخر بافتم. حالا برای کور کردن کار من نخم رو زیاد بلند نمیذارم، چون بعدش با یه نخ دیگه موقع وصل کردنش استفاده میکنم. از زنجیره بعدی نخم رو میگیرم و از هر 2 تا حلقه رد میکنم و کارم رو میکشم. اینجوری کارمون کور میشه. پس از این سایز بزرگ فقط همین یه دونه کافیه، نیازی نیست تعداد بیشتری بسازین. و الان میریم و سایز متوسطش رو میبافیم. خب برای بافتن سایز متوسط اول یه گره جادویی میزنیم و بعد توی گرهمون 6 تا پای کوتاه میبافیم. 1، 2، 3، 4، 5 و 6. کارمون رو میکشیم. علامتمون رو میذاریم و بعدش یک رج ساده بافی انجام میدیم. توی هر زنجیره یه دونه پای کوتاه میبافیم. 1، 2، 3. 3 تا رو که بافتیم سعی میکنیم که کارمون رو اینجا دیگه برگردونیم که راحت تر باشه. خب کارتون رو که برگردوندین 3 تا دونه باقی مونده رو ببافین و بعدش رج بعد رو با هم میبافیم. خب من این رجم رو تمام کردم. الان 6 تا دونه داریم. رج بعدی یکی ساده یکی افزایش میبافیم. خب این 1، زنجیره بعدی افزایش، یعنی 2 تا پای کوتاه توی یه زنجیره. همینجوری تا آخر رج ببافین. آخر رج باید 9 تا دونه داشته باشین و بعدش رج بعد رو با هم میبافیم. خب من این رجم رو تا آخر بافتم. رج بعدی باید 2 تا ساده یه دونه افزایش ببافین. 1، 2، اینم افزایش. این رج تا آخر همینجور 2 تا ساده یه دونه افزایش ببافین. آخر رج باید 12 تا دونه داشته باشین. خب من این رجمم تا آخر بافتم. الان میخوایم کارمون رو کور بکنیم. نخم و کوچیک در قیچی میزنم
چون بعدش با یه نخ دیگه اتصال به بدنش رو انجام میدم. خب زنجیره بعدی نخم رو میگیرم و از هر 2 تا حلقه رد میکنم و نخم رو میکشم. این هم سایز متوسط. همونجور که گفتم از این سایز باید 2 تا دونه ببافیم که من یکیشو آماده کرده بودم و الان با هم سایز کوچیکش رو میبافیم. خب برای بافتن سایز کوچیک اول یه گره جادویی میزنیم و 6 تا پای کوتاه توش میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. نخمون رو میکشیم علامتمون رو میذاریم و یه رج ساده بافی توی هر زنجیره یه دونه پای کوتاه میبافیم که مثل همون قسمت قبلی 3 تا زنجیره رو که بافتیم کارمون رو برمیگردونیم. 2 و 3. و بعدش 3 تا دونه باقی مونده رو میبافیم. 3 تا دونه رو ببافیم، رج بعدی رو با هم میبافیم. خب الان اینجا 6 تا دونه داریم. رج بعدی باید یکی ساده یکی افزایش ببافیم. خب پس یکی ساده، زنجیره بعدی افزایش. علامتم افتاد. خب این رج رو تا آخر ببافین. آخر رج که رسیدین باید 9 تا دونه داشته باشین. خب من این رجم هم تا آخر بافتم. الان کارمون رو کور میکنیم. نخمو قیچی میزنم و از زنجیره بعدی نخمو میگیرم و از هر 2 تا حلقه رد میکنم و میکشم. لبه های کارتون رو درست میکنین چون کار خیلی کوچیکه دیگه باید خیلی بیشتر به نکته‌های ریزش دقت کنید. خب از این کار باید 4 تا داشته باشیم. من 3 تاشو از قبل آماده کردم. الان میریم و شاخهای اژدها رو با هم میبافیم. خب برای بافت شاخ اژدها از نخ سفید استفاده میکنم. برای شروع یه گره جادویی میزنم با 6 تا پای کوتاه که توش میبافم. خب 1 2 3 4 5 و 6.
کارمون رو میکشیم، این نخ رو میکشیم تا دایرمون بسته بشه. خب من علامتم رو وصل کردم. الان یک رج باید ساده بافی انجام بدیم. پس من یه دونه پای کوتاه توی زنجیره اول میبافم، زنجیره دوم، زنجیره سوم، الان کارمون رو برمیگردونیم. نخیر، اضافهش رو من قیچی میزنم. خب و بعدش ستای باقی مونده رو هم میبافیم. خب من این رجمم تا آخر بافتم. الان رج بعدی یکی ساده یکی افزایش میبافیم. خب اینجا زنجیره بعدیمونه، یه دونه ساده یعنی یه دونه پای کوتاه توی این زنجیره میبافیم، زنجیره بعدی 2 تا پای کوتاه. این کار رو تا آخر رج ادامه بدین. آخر رج باید 9 تا دونه داشته باشین. خب من این رجم رو تا آخر بافتم. الان یک رج ساده بافی انجام میدیم، اون 9 تا دونمونو، یعنی رج بعد هر زنجیره یه دونه پای کوتاه میبافیم. نه افزایش داریم نه کاهش و نه چیز دیگه. خب این رجتون رو تا آخر ببافین، من رج بعدیش رو دوباره بهتون میگم. خب وقتی که یه رج ساده بافیتون تموم شد، رج بعدیش 2 تا ساده یه دونه افزایش انجام میدین. این یک، اینم 2. زنجیره بعدی افزایش 2 تا پای کوتاه توی یه زنجیره. اینم تا آخر رج انجام بدین. آخر رج باید 12 تا دونه داشته باشین و این آخرین رجمونه و بعد اون کارمون رو کور میکنیم. خب من این رجمم تا آخر بافتم. الان کارمون رو کور میکنیم. من نخمو کوچیک قیچی میزنم. و برای کور کردن کار از زنجیره بعدی نخو میگیرم و از هر دو حلقه رد میکنم و بعدش میکشم. لبه های کار رو درست کنیم. برای شاخ اژدها دیگه نیاز نیست که حالت مثلثی داشته باشه، چون بعدش یه ذره توش پر میشه و یه همچین حالتی باید روی سر قرار بگیره. خب از این شاخ اژدها هم باید 2 تا ببافین که من یکی دیگه‌شم قبلا آماده کردم. خب این قسمت های کوچیکی که باید برای بدن اژدها میبافتیم رو بافتیم همش رو. الان با هم میریم و بالهای اژدها رو میبافیم. خب بچه ها، برای بافتن بال اژدها من از یه نخ رنگ توسی کم رنگ تر استفاده میکنم، چون رنگ وسط بال با اطراف بال باید فرق داشته باشه. برای اینکه کارتون قشنگتر باشه من این رنگ رو انتخاب کردم برای وسط بال. خب برای شروع میایم گره اولیه میزنیم. گره اولیه به این شکله که سر نخو بین 2 تا انگشتمون میگیریم، نخو به طرف خودمون میچرخونیم و قلاب رو از طرف جلو وارد این دایره میکنیم، نخو میگیریم و از توش رد میکنیم. این نخ پایین رو که میکشیم
این گرهمون محکم میشه. این نخو که میکشیم حلقه دور قلابمون تنظیم میشه. خب نخمون رو که تنظیم کردیم 17 تا زنجیره میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17. وقتی که 17 تا زنجیرمون رو بافتیم از این زنجیره 17 هم که دور قلابه، زنجیره 16 هم که میشه زنجیره قبلیش هم نه، از زنجیره 15 هم به قبل توی هر کدوم یه دونه پای کوتاه میبافیم. یعنی از این زنجیره توی هر کدوم یه پای کوتاه میبافیم. این یه دونه پای کوتاه توی این زنجیره، زنجیره بعدی یه دونه پای کوتاه، زنجیره بعدی و همین جور تا این زنجیره اولی که بافتیم. پای کوتاهتون رو ببافین. رج بعدی رو بهتون میگم. البته به آخر این یعنی اولین زنجیره که رسیدیم دوباره برمیگردم تا بهتون بگم که چیکار کنین. خب من اینجا رسیدم به آخر این ردیف زنجیره ها. وقتی که آخرین پای کوتاهتون رو بافتین یه دونه زنجیره میزنید، کارتون رو برمیگردونید. اینجا هر زنجیره همونجور که میدونیم از 2 تا نخ تشکیل شده. یعنی وقتی که شما یه زنجیره رو میگیرین بالای قلابتون 2 تا نخ هستش. برای اینجا ما فقط میایم نخی که جلوی هست طرف خودمون هست و یه دونه شو، یعنی یکی از نخهای زنجیره رو میگیریم، نخو میگیریم و از هر 2 تا حلقه رد میکنیم به این شکل. دوباره زنجیره بعدی نخو میگیریم، از هر 2 تا حلقه رد میکنیم. 5 تا زنجیره رو همینجوری روی نخ جلویش نخ رو از هر 2 تا حلقه رد میکنیم. 3 4 و 5. بعدش 9 تا زنجیره بعدی رو روی نخ جلوی هر زنجیره پای کوتاه میبافیم. یعنی نخ جلو رو میگیریم، یه دونه پای کوتاه، زنجیره بعدی نخ رو میگیریم، یه دونه پای کوتاه، همینجوری تا 9 تا بشه. تا 9 تا زنجیره رو همینجوری ببافین، بعدش بهتون میگم. خب وقتی که 9 تا پای کوتاهتون رو بافتین نگران این نباشین که دیگه اینجا چند تا دونه مونده، اون جزئی از طرح باله. وقتی که آخرین پای کوتاه رو بافتین یه دونه زنجیره میزنین، کارو برمیگردونین و دوباره 9 تای اول رو روی نخ جلوی هر زنجیره یه پای کوتاه میبافین. 1 2 3 4 5 6 7
8 و 9. نهمی رو که بافتین زنجیره بعدی نخ جلو رو میگیرین. بله، نخ رو میگیرین رد میکنین از هر دو تا حلقه. 5 تا زنجیره رو همینجوری میکنین. این 1، این 2، سه، 4 و این 5می. توی این قسمت از بافت سعی کنید که زیاد بافتتون سفت نباشه، وگرنه پیدا کردن نخ جلوی هر زنجیره خیلی خیلی سخت میشه. یه دونه زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. خب بعدش میایم 5 تا زنجیره اول رو روی نخ جلو کار نخمون قلابمون رو رد میکنیم و نخ رو میگیریم و از هر دو تا حلقه رد میکنیم. 5 تای اول رو 1، 2، 3، 4 5 و 9 تای بعدی رو پای کوتاه میبافیم. 1، 2، 9 تا رو ببافین. به آخرین پای کوتاه که رسیدیم بهتون میگم که چیکار کنیم. خب آخرین پای کوتاه که بافتیم اینجا 3 تا زنجیره میزنیم. کار رو برمیگردونیم. الان اینجا یه زنجیره که دور قلاب هستش، 2 تا زنجیره دیگه به این 9 تا اضافه میشه و میشه 11 تا پای کوتاه اینجا ما میبافیم. این اولیش 1، اینم دومیش 2 و از اینجا دیگه میفته روی همون 9 تای قبلی 3. 11 تا پای کوتاه ببافین، بعدش بهتون میگم. خب من 11 تا پای کوتاهم بافتم. حالا بعدش میایم نخ جلویی هر زنجیره رو میگیریم. اینجای کار چون خیلی باریک میشه باید خیلی با دقت انجام بدیم. 5 تا رو همینجوری نخ از هر دو تا حلقه رد میکنیم. 2، 3، 4 اینم 5. یه دونه زنجیره میزنیم و کارو برمیگردیم. دوباره این ورم 5 تا نخ میگیریم، روی 5 تا زنجیره نخ میگیریم و از هر دو تا حلقه رد میکنیم. این 1، 2، 3، 4 5.
5 تا زنجیره رو که بافتین 8 تای بعدی رو میاین پای کوتاه میبافین. پس دفعه قبلی 11 تا بافتیم، این رج 8 تا. 2 3 4 5 6 7 8 و یه دونه زنجیره میزنیم. خب کارو برمیگردونیم و دوباره 8 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 5 تا زنجیره بعدی نخ رو از هر دو تا حلقه رد میکنیم. 1 2 3 4 5 و یه دونه زنجیره میزنیم. خب بعدش کارو برمیگردونیم و دوباره 5 تای اول رو نخ رو از هر دو تا حلقه رد میکنیم. 1 2 3 4 و 5 و 8 تای بعدی رو پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و 3 تا زنجیره میبافیم. خب بعدش کارو برمیگردونیم. 2 تا زنجیره اینجا با 8 تا اینجا میشه 10 تا. 10 تا پای کوتاه این رج میبافیم. 1 2 3 و 7 تا پای کوتاه دیگه. خب من پای کوتاهامو بافتم. حالا میریم سراغ زنجیره بعدی. و 5 تا زنجیره بعدی رو به این شکل میبافیم. 1 2
3 4 5 و یه دونه زنجیره و کارو برمیگردونیم. خب وقتی کارو برگردوندیم دوباره 5 تا رو به همون شکل میبافیم، یعنی نخ از هر دو تا حلقه رد میکنیم. 1 2 3 4 5. بعدش 7 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و یکی زنجیره. خب کارو برمیگردونیم و دوباره 7 تا پای کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 و 5 تا آخر رو نخ از هر دو تا حلقه رد میکنیم. 1 اینم 2 این رج قبلی یه ذره سفت بافتم. 3 4 5 و یکی زنجیره. خب کارو برمیگردونیم و دوباره 5 تا زنجیره اول رو همونجوری نخ رو از هر دو تا حلقه رد میکنیم. 1 2 3 این 3 4 5. هفته بعدی پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 3 تا زنجیره. خب 2 تا زنجیره که تازه ایجاد شد پای کوتاه. 1 2 و با این هفتای قبلی
که میشه 9 تا پای کوتاه ببافیم. بعدش بهتون میگم. خب بچه ها، من 9 تا پای کوتاه هم رو بافتم. حالا میایم این 5 تا زنجیره بعدی که بافتش هم خیلی مشکله. چون فقط باید نخ جلو رو بگیریم تشخیصش سخت میشه و نحوه بافتش هم فرق میکنه. برای همون گرفتنش هم یه ذره مشکله. خب این اولیش 1، من از این ورش جاشو پیدا میکنم. اینم دومیش، سومیش، چهارمیش و پنجمی و یکی زنجیره میزنیم. کارو برمیگردونیم. 5 تا زنجیره اول رو دوباره همینجوری میبافیم. خب این اولیش 1، 2، 3، 4، 5 و بعدش 4 تا پای کوتاه میبافیم. 1، 2، 3، 4 و یکی زنجیره. خب کارو برمیگردونیم. 4 تای اول رو پای کوتاه، 1، 2، 3، 4 و بعدیاشو به همون صورت. نه اینو پای کوتاه نمیبافیم، نخ رو از هر 2 تا حلقه رد میکنیم. من داشتم اشتباه انجام میدادم. خب این 1، 2، 3، 4، 5 و یکی زنجیره میبافیم. خب کارو برمیگردونیم. دیگه نیاز نیست نخوا از هر 2 تا حلقه رد کنیم. از همینجا 6 تا پای کوتاه میبافیم. 1، 2، 3، 4 5 و 6 و یکی زنجیره. خب کارو برمیگردونیم. دوباره 6 تا پای کوتاه میبافیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6 و یکی زنجیره.
دوباره کار رو برمیگردونیم و 6 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و یکی زنجیره میزنیم. خب اینجا دیگه نخمون رو قیچی میزنیم، نیاز نیست بلند قیچی بزنید و نخ از اینجا میکشیم بیرون و کار رو کور میکنیم. خب برای اینکه دور بال رو ببافیم، چون 2 تا بال داریم و به صورت قرینه روی بدن اژدها قرار میگیره، وقتی که میخوایم، چون که این وسطش که مثل هم بافته میشه، اما وقتی میخوایم دور بال رو ببافیم میایم و این بال ها رو به این شکل در نظر میگیریم. این بال سمت چپ رو از اینجا شروع میکنیم به بافتن و به این طرف بافتش رو انجام میدیم، بافت دورش رو. اما این بافت بال سمت راست رو از اینجا شروع میکنیم به این ور و اینجا بافت رو تموم میکنیم. پس جهت بافت 2 تا بال برای دورش فرق میکنه. برای بافت دور بال از اینجا شروع میکنیم، نخمون رو میگیریم و از اینجا رد میکنیم، یه پای کوتاه نه، یه زنجیره میزنیم تا کارمون محکم بشه. بعد اینجا دیگه پای کوتاه میبافیم تا برسیم به این قسمت سر بال. خب اینجا که رسیدیم یه دونه زنجیره میزنیم و دوباره به پای کوتاه بافتنمون ادامه میدیم و همینجوری پای کوتاه میبافیم تا به اینجا برسیم. خب وقتی که رسیدیم اینجا، یه دونه پای کوتاه که بافتیم 2 تا زنجیره میبافیم و بعدش میایم این نخ جلویی 2 تا نخ جلویی رو میگیریم، یعنی از وسط این پای کوتاه که بافتیم قلابون رو رد میکنیم و یه دونه پای کوتاه دوباره میبافیم. بعد دوباره ادامه میدیم. خب وقتی رسیدیم به این قسمت از بال، پای کوتاه رو که بافتیم 2 تا زنجیره و دوباره از وسط این پای کوتاه یه پای کوتاه دیگه میبافیم و دوباره ادامه میدیم.
رسیدیم به این قسمت. اینجا 2 تا زنجیره میزنیم و وسط این پای کوتاه یه جورایی میشه گفت که این نوک بال اژدها رو وصل میکنیم. اینجا هم باید 2 تا، وقتی رسیدین 2 تا زنجیره بزنید و وصل کنید. اینجا هم باید همون کار کنید، یعنی همینجوری پای کوتاه ببافین تا اینجا. وقتی که اینجا رسیدین 2 تا زنجیره بزنید و به پای کوتاه آخری که بافتین وصلش کنید و همچنین اینجا و اینجا رو دوباره پای کوتاه میبافین تا اینجا. خب تا این قسمت بال رو ببافین، بعدش دوباره بهتون میگم که چیکار کنین. خب من بافت رو انجام دادم تا رسیدم به این قسمت. اینجا هم 2 تا زنجیره میزنیم و به آخرین پای کوتاهی که بافتیم وصلش میکنیم با بافتن یه پای کوتاه دیگه و دوباره پای کوتاه میبافیم تا این قسمت. خب شروع میکنیم. اینجاها خیلی جای مشخصی نداره برای بافتن پای کوتاه. شما به نسبت این که ببینید فاصله بین این بافتاتون درست حفظ بشه پای کوتاهاتون رو میبافین. خب وقتی رسیدیم به این سر بال اژدها، پای کوتاهتون رو که بافتین یه دونه زنجیره میزنید و به زنجیره بعدی با یه پای کوتاه وصل میکنین و اینجوری میبافین. خب اینجا برای کور کردن کار میایم و نخمون رو قیچی میزنیم یه ذره بلندتر که میخوایم کارمون رو کور کنیم. خب این نخو میکشیم و نخمون رو به سوزن وصل میکنیم. خب بعدش میایم و نخمون رو از زنجیره کنارش نه زنجیره بعدیش رد میکنیم. دوباره خود همون زنجیره آخری که بافتیم از یکیش رد میکنیم. اینجوری میبینید که کور کردن کار اصلا معلوم نیست. از این قسمت دوباره طرف داخل. اینجور که میبینید کار خیلی تمیز کور میشه. اینجا هم این اضافه رو میتونید قیچی بزنید و یا اینجا که دارید میتونید یه گره بزنید یا اگر دوست ندارید میتونید نختون رو ببرید لابلای بافتتون، اینجوری کارتون بسته میشه.
برای اینکه کارم محکم‌تر بشه گره میزنم. خب اضافه هاش رو دیگه قیچی میکنم. خب اینم از دومین بالمون که بافته شد. خب از این بال باید دوتا داشته باشیم که من یکیشو قبلا بافتم و یکیش هم که الان با هم بافتیم. خب الان با هم شاخکای، یعنی همین قسمت های شاخکای روی سر اژدها رو با هم میبافیم. جا من دوخت پاها رو هم انجام دادم، اتصالش انجام شده. ببینید که خیلی خوب وقتی هم که میذاریم اینجوری به این شکل باید قرار بگیره. خب مرحله بعدی میایم و دومش رو میخوایم که دوختش رو انجام بدیم. برای اتصال دوم اژدها از این ردیف، از ردیف اول 6 تا ردیف رو میشماریم و اتصالش رو یا همون کار فیکسش رو انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6. خب 6 ردیف اینجا فاصله میذاریم با مرکز بدن و کار اتصالمون رو انجام میدیم. نیاز نیست که زیاد حالت دایره‌ای بهش بدین، یه ذره حالت بیضی مانند باشه. خب این کارتون رو قشنگ فیکس میکنین. این ردیف این ور و این ور حواستون باشه که روی یه ردیف باشه که کارتون کج نشه. وقتی که کارتون رو فیکس کردین و اینکه یه چیز دیگه هم حواستون باشه که داخل دوم رو یه ذره پر کنید تا خیلی حالت شل و حالت ناجور نگیره دیگه، شل نباشه. یه ذره داخلش رو پر میکنید، زیاد هم نیاز نیست که پر کنید، یه ذره. اینجا هم حالت بیضی اتصالش رو انجام میدیم. وقتی که این رو دوختین با هم میریم قسمت کوچیک روی دوم رو دوختش رو انجام میدیم. خب من کار اتصال دوم رو انجام دادم. میبینید که خیلی خوب و تمیز این کار انجام شده روی ردیف هفتم و وسط بدن. بعد اومدم این کارا رو فیکس کردم. اینجا همشون سایز کوچیک هستن. اولی رو که میخواید فیکس کنید از این کنار دوم میشمارید 3 ردیف، 1 2 3. اینجا کارتون رو فیکس میکنید تا مثلا هر ردیفی که شد عیبی نداره. نیازی نیست که مثلا تعداد ردیفی که هر این شاخک ها میگیره مثل هم دیگه باشه. شاید مثلا یه موقع شما موقع بافت کارتون شل شده باشه یا صفر شده باشه و به خاطر همین یه ذره کوچیک بزرگ بشه. این اصلا عیبی نداره، فقط این فاصله ها باید 3 ردیف از هم دیگه فاصله داشته باشن. خب این کار فیکستون رو که انجام دادین، دوختش هم مثل این شاخک های روی سر انجام میدین و بعدش با هم میریم قسمت آخر، یعنی بالای اژدها رو با هم اتصالش رو انجام میدیم. خب بافت این قسمت های کوچیکم تموم شد. اتصالش رو میبینید که خیلی خوب انجام شده وسط بدن و خیلی خوب. حالا میخوایم این بالهای اژدها رو وصل کنیم. برای فیکس کردن کار از بالا میشمارید 2 ردیف از گردن فاصله میذارید و کارتون رو فیکس میکنید 1 2. وقتی که کارتون رو اینجا فیکس کردین، خب حالت قرار دادن بال رو هم که اینجوریه به این شکل میذارین. هم اینجای کار رو میتونید دوخت بزنید و هم با چسبای مخصوص بافتنی میتونید این قسمتش رو بچسبونید که دیگه نیازی به دوخت نداره. ولی من برای اینکه کسایی که میخوان دوخت بزنن ببینن، من کارمو دوخت میزنم که ببینید با دوخت چجوریه. اگر که با چسب انجام بدین که به همین شکلی که هست فقط میچسبه،
اما با دوخت مثلا ببینید کار جمع میشه یا مثلا هر جور دیگه یا شکلش تغییر میکنه و اینا. خب ما اول میایم کارمون رو اینجا علامت زدیم، میایم از اینجا سوزن رو وارد میکنیم و از همینجا که علامت زدیم سوزن رو خارج میکنیم. اینجوری یه ذره کار رو میذاریم و از اولین زنجیره بال سوزن رو رد میکنیم به این شکل. ذره کارمون رو دوباره از همین جایی که سوزن رو بار اول رد کردیم از همینجا دوباره رد میکنیم که کارمون محکم بشه و دوباره به همین شکل یکی پای کوتاه از بدن و یه زنجیره از بال میگیریم تا کارمون. خب اینجوری میبینید که کارمون سفت شده. خب اینو دیگه برمیدارم و همینجوری یکی یکی اتصال رو انجام میدیم. بچه ها کار اتصال بال هم تموم شد. همونجور که میبینین خیلی خوب کارمون اتصالش انجام شده و خیلی عروسک خوشگلی شده. هم از همینجاش. خب خیلی ممنونم از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودین. خیلی ممنون میشم اگر ویدیوهای قبلی منو ببینید، چنل رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. من خیلی ممنونم ازتون به خاطر این که حمایتم میکنید. اینم از یه عروسک اژدهای خیلی قشنگ. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره و خداحافظ.